بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرات کرام، امروز سرکرده ما با شما از سخنهای سرور کائنات محمد صلی الله علیه و سلم کم کم رساندن نیت داشتیم، چون که انسانی که به حیات می آید در حیات خود حرکت می کند که به سخنها و فعلهای پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم عادت کند و خود را در همون شکل زیست کند. برای همین هر یک حالی که برای ما هست در ما هست، همون حال ما به حال پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم یا خیال کرده زندگی کرده و حرکت میکنم. یکم حدیثی که امروز با شما میگویم درباره نیت است. رسول خدا میگن که قال رسول صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نواه، او کما قال رسول الله. یعنی مرحمت میکنن که حضرت البته عملها با نیتش میشود. انسانی که بس نیت و انسان نیت دارد، البته و انسان نیتش برای حاصل میشود. برای همین برادران کرام، هر یک کاری که در سر ما میشود، خواه نیک خواه یک زندگی یا که دیگه مقصدها، البته پیش از سر کردن کار نیت اجرای حوائل و خالص برای پروردگار کرده و حرکت میکنیم، چون که کاری خیری نیت به نیت باشد و در نزد پروردگار قدرش پست میشود. و با یک عمل کتی با یک کار کتی دو چیز را رضاگی دو کس را گرفته نمیشود. برای همین البته در کارهای نیکی اولا رضاگی پروردگار را یافتن را نیت میکنیم، چون که انسان اگر رضاگی پروردگار را یابد، البته برای و انسان هم سعادت دنیا و سعادت آخرت برای و انسان لازم می شود.